ساکنان شرفمند ناحیه وخش جشن نوروز بین المللی را با سامان دادن بنیادکاری‌ها مورد استفاده قرار دادن انشاءات گوناگون تعیینات استقبال نمودند. بهار نوروز امساله برای ساکنان ناحیه خاطرمان و با برار آغاز گشت. با اشتراک نماینده حکومت کشور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، رهبریت ناحیه، افتتاح مرکز معاصر معاینه تکنیکی نقلیات خدمت‌رسانی و نقطه تامینات برقی نقلیات در مرکز ناحیه که باعث فراگیری بیش از 20 نفر ساکنان با جای کاری گردید، هدیه خوب برای رانندگان واسطه‌های نقلیاتی است که سالهای قبل برای سامان دادن چنین خدمت‌رسانی‌ها به مرکز ولایت سفر بر می‌شدند. همکنون بنیاد چنین مرکز معاصر خدمت‌رسانی مشکل اهالی را وابسته به معاینه تکنیکی واسطه‌های نقلیات، دسترسی به حجت‌های تصدیق کننده و تامینات نقلیات معاصر برقی با برق خوش‌صفت آسان نمود. در این روز در جماعت شهرک وخش ناحیه وخش نیز با حضور هیئت نمایندگی حکومت مملکت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و رهبریت ناحیه مرکز خدمت‌رسانی فروش مال و محصولات روزگار به استفاده داده شد. انشاءات مذکور 4 آشیانه بوده. در آشیانه یکم آن فروش اشیا و اسباب و لوازمات ضروری روزگار برای مانده شده. افتتاح این مرکز معاصر باعث با جای کار دائمی تامین شدن 4 نفر ساکنان محل گردیده است. صاحبکار محل شاهنظر رجبوف ضمن افتتاح مرکز خدمت‌رسانی ذکر داشت که انشاءات مذکور در دایره تجلیل ارزنده از 35 سالگی جشن افتخاری ملت استقلالیت دولتی به نقشه گرفته شده در زمینه دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنیاد گردیده است و چنین بنیادکاری‌ها منبع نیز ادامه می‌یابد. نوروز عجم جشن صرف ملی و دارای عنعنه‌های بوی است که آبادکاری و سازندگی ها از عمره آیین‌های نوروزی به شمار می رود. انشاءات دیگری که در روز تجلیل از جشن نوروز بین المللی افتتاح یافت، صنفخانه های ایلوگی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 9 بود که در مراسم گشوده شوی آن رهبریت ناحیه شرکت ورزیدند و از صنفخانه های تعلیمی دیدن نموده به صفت کارهای ساختمانی که به طریق حشر دست جمعانه ساخته شده است بهای مناسب دادند. در این مؤسسه تعلیمی 1100 خواننده تعلیم و تربیت می‌گیرند. بنیاد صنفخانه های ایلوگی باعث حل مشکلات نورسایی جای نشست در مؤسسه گردیده. اهل آموزگاران جواباً به توجه و دستگیری مقامات محل و ساکنان هدف دارند روند تعلیم و تربیت خوانندگان را از قبل دیده خوبتر برآورند. در دوره چنین بنیادکاری‌ها و تجلیل ارزنده از جشن بین المللی نوروز در دهه شرشر مرکز فروش مال و محصولات روزگار با اشتراک رهبریت ناحیه به استفاده داده شد. فعالیت این مرکز سودا باعث آسان شدن مشکلات ساکنان محل جهت دسترسی آسان و قلای و محصولات اولیه روزگار گردیده. در یک مورد 4 نفر ساکنان دهات با جای کاری تامین شدند. تنتنه‌های باشکوه و تجسم کننده سنت و عنعنه‌های جشن باستانی نیوگان نوروز عجم در ناحیه ادامه یافته با حضور هزارها نفر ساکنان شرفمند و مهنت‌قرین ناحیه بزم نوروزی آراسته گردید. نماینده حکومت مملکت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و رهبریت ناحیه وخش ضمن این چهاربینی باشکوه اطراف جشن نوروز، تاریخ این جشن قدیمی نیوگان، مقام جهانی کسب نمودن نوروز بیان نظر نمودند. ذکر گردید که تاجیکستان صاحب استقلال امروز والاترین سنت‌های جشن نوروز را چون در عهد کوروش کبیر، اسماعیل سامانی و رودکی موجود بودند احیا نموده شکوه تازه بخشید. قدم‌های استوار برای جهانی شدن جشن نوروز در کنفرانس بین المللی کمیته حفظ میراث فرهنگی سازمان ملل متحد که در شهر ابوظبی از 28 سپتامبر تا 2 اکتبر سال 2009 برگزار گردیده بود گذاشته شدند. در این نمایش سطحی بلند نوروز از جانب یونسکو به فهرست یادگاری غیرمادی فرهنگی بشریت داخل کرده شد. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و پشتیبانی یک قطار مملکت‌های جهان جشن نیوگان ما نوروز 19 فوریه سال 2010 در اجلاس 64 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی نوروز اعلام کرده شده در سراسر جهان با شکوه و شهامت تجلیل کرده می شود. تاجیکستان به حیث دولت کامل حقوق و جزء جدا نشونده جامعه جهانی سهم خود را در فرهنگ جهانی گذاشته است. با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از طرف سازمان ملل متحد جشن بین المللی اعلان شدن نوروز گواهی این مطلب است و اقدام سازمان ملل متحد عاید به اعلان شدن روز عمومی جهانی نوروز برای گسترش این جشن با شکوه در جهان
زمینه‌های مساعد فراهم آورد. متاجیکان این جشن را همچون میراث مقدس‌ترین نیوگان و جشن پاکی و زیبایی، بهار و احیا در فضای استقلال و وحدت با شکرگزاری و با شکوه تجلیل می‌نماییم. یکی از سنت‌های دیگری جشن نوروز قدرشناسی از زحمت پیشرفان استحصالات به حساب می‌رود که هنگام تنتنه جشن نوروز در ناحیه وخش نیز این عنعنه رعایت گردیده ده‌ها نفر کارمندان کسب و کار گوناگون مورد قدرشناسی قرار گرفتند و برای خدمت‌های شایان و پرمحصول با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. برنامه تئاتر کننده شده هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه مرتب از سرود و ترانه‌های ترنم کننده جشن نوروز بین المللی، رقص‌های جالب گل دختران ادامه بخش این جشن باستانی بود و شکوه و جلال نوروز بین المللی را به پرگی در خود تجسم می‌کرد. جشن بین المللی نوروز در ناحیه وخش در سطح خوب آمادگی و شادی و فرح به انتهای ساکنان زحمتکرین این ناحیه استقبال کرده شد. حسن زاده آیما، فیروز خورشید، نموزلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه وطنی نوروز است.